جادو اثرش به اذن الله هست. تا الله نخواهد جادوگر هیچ کاری نمیتونه بکنه. الله که بخواهد، الله هم روی حکمتای میخواهد. من یک برداشتای خود بنده هست که مثلا جادو چگونه تاثیر میکنه یا هر مسائل دیگری. حالا برای رحمت للعالمین که اثر کرد، آموزش برای ما بود، تعلیم برای ما که به حضرت این جادو اثر کرده برای ما تسلی است و تعلیمی که ما چگونه بکنم. این تعلیم در اثر جادویی که به حضرت کردن یا نازل شده، این شری بود سبب خیر شد، خیر برای امت و خیر برای جمیع مسلمانان شد. ولی به دیگران که اثر میکنه جادو، بعد این عللهای گوناگون داری که اثر میکنه. گاه کوتاهی های ما و سستی های ما و ضعف های ما سبب یک کس دیگری ضرر میزنه، نقصان وارد میشه و لحظه ما به کثرت باید استغفار بکنیم در چرا. اگر یک نقطه اگر ما به مسیر تقوا قرار بگیریم، بر شریعت صحیح و درست عمل بکنیم، انشاءالله جادو اثر نمیکنه. جادو خیال نکنه که هر جا اثر میکنه. قرآن خودش فرموده که هیچ کسی را جادوگر ضرر نمیرسونه مگر کسی الا به اذن الله. علماء حق را جادو کردن اثر نکرد، تا خدا نخواهد آقا اثر نمی کنه. آقا جادوگر چه کار میکنه؟ جادوگر چرا جادو میکنه؟ جادو به خاطر حسادت میکنن، به خاطر دشمنی میکنن. دشمنی های دنیوی است، مادی، عداوت دینی، زن و مرد از یک دیگه جدا میکنن، بین فرزندان و پدر اختلاف می اندازن، بین برادران و خواهران اختلاف می اندازن. کسب و کار مردم جادو می کنن، انواع جادو موجوده. سحر می کنن، پریشانی می آرن از جنیات که غیر مسلمانان، کمک می گیرن از شیاطین که وسوسه بیندازن، فشار به مغز وارد کنن، فشار به بدن وارد کنن و انواع جادو هست. دنیای جادویه که جادوهای مختلف داره و لحظه اینها جادو کردن و بنابر حکمت خدای حکیم و علیم یک مقداری به آن حضرت اثر گذاشت، ولی نه تأثیری که به ادای رسالت خلل وارد بکنه، به ادای فریضه خلل وارد بکنه، به ادای وظیفه خلل وارد بکنه. ولی فشاری بالاخره نوع فشار وارد